تمام مردم باید آگاه باشند که نباید مردم بدخشان، نباید آن حالت‌هایی که در بدخشان می‌گذرد با کشته شدن حالا فعلا 2 نفر میگیم، ولی معلومات‌هایی که به ما رسیده است حدود 25 نفر بازداشت است و 10 نفر وقتی که دیروز معلوماتی رسیده به 10 نفر و این صبح از مقامات وزارت کارهای داخله به اصلاح نوشتند که 25 نفر در بازداشتگاه قرار دارد و این دلالت بر آن می‌کند که باز هم بازداشت و باز هم سرکوب و باز هم یعنی وضعیت ملت و مردم وخیم کردن رحمانوف در بدخشان شروع کرد. وقتی خودش سفر میکنه یک جا، در حال در اونجا یک مصیبت شروع میشود. میخواهد برای جهانیان بگه که نه من نبودم، این سیلاویکا یا که مقامات قدرتی من انجام داد. خواستند از حق خود، از حقوقهای خود، از اون حقوقهای کنستیتوشنی که سرقانون کشور بر آنها داده است، مثل آزادی بیان و خب آزادی ملت و مردم خب حمایت کنند، ولی متاسفانه دیروز از طرف مقامات قدرتی کشور هدفی تیر تفنگ قرار گرفتن. متاسفانه از دیروز خب و ما خبر است که 2 نفر در این تظاهراتی که مردم تظاهرات مسلحت آمیز انجام دادن خب هدف تیر قرار گرفته و شهادت رسیدن و تا حال اسم یک نفر از این برادران شهید شده جوانی 30 ساله ضمیر نظری شایف با ما اسمش رسید، عکسش که ولی شما در اینجا عکسش میبینید. خب این جوان دیروز از طرف این مقامات های غیر مردمی، این مقامات های دیکتاتوری به شهادت رسانده شد. من امروز از اینجا به تمام مردم کشور تاجیکستان، به خصوص به مردم سربلند و آزاد اندیش ولایت مختار کوهستان بدخشان اظهار تسلیت عرض می دارم، به خصوص به خانواده شهدا، به خانواده این شهید ضمیر نظری شایف و پدر و مادر و برادران و قومش اظهار همدردی بیان میکنم و به بازماندگان این برادر عزیز شهید جوانمرگ گلگون کفن صبر جمیل خواهانم. خداوند روحی برادر عزیزمون ضمیر و دیگر نفرانی که تا حال اسم اونها به ما نرسیدن و در این قضیه بدخشان به شهادت رسیدند، روحشان شاد، روانشان شاد و جایشان جنت باد. خداوند همه اینها را مشمول و مورد رحمت خودش قرار بدهد.